سلام و ارادت. در این کانال ما به صورت منظم ویدیوهای آموزشی حرفه‌ای در زمینه طراحی گرافیک آپلود میکنیم. اگه به یادگیری مهارت‌های گرافیکی علاقه‌مند هستید و میخواید در طراحی خود یک لول اپ ایجاد کنید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. آموزش امروزمون در مورد این استوری یلدایی خفن و مینیماله. پس تا انتهای ویدیو همراه من باش تا بتونی یک استوری حرفه‌ای برای یلدا طراحی کنی. بعد از باز کردن فتوشاپ از منوی فایل نیو رو انتخاب میکنم که یک داکیومنت جدید برام ایجاد بشه. اینجا روی 1080 در 1920 قرارش میدم و تقسیم بندی رو روی پیکسل میذارم. رزولوشن حتما 300 یا 72 باشه و کالر مودتون هم روی RGB قرار بدید و بعد روی کریت کلیک میکنم. برای اضافه کردن بک‌گراند از گزینه فایل روی اوپن کلیک میکنیم و بک‌گراند خودمون رو انتخاب میکنیم و روی اوپن میزنیم. رفقا، برای دانلود این بک‌گراند و هزاران ابزار دیگر مربوط به یلدا حتما به کانال تلگرام ما برید و در میان پکیج ها پکیج فوق بزرگ یلدایی رو به صورت رایگان دانلود کنید و ازش لذت ببرید. اینجا حرف رو برمیدارم و روی خود لایه کلیک راست میکنم و گزینه Convert to Smart Object رو میزنم. بک‌گراند رو میکشم و توی سند خودم هدایتش میکنم. کنترل تی رو میزنم تا سایز اون رو فیکس صفحه هم کنم. به پنل لیرز میرم و روی فایلم کلیک راست میکنم و گزینه راسترایز لایر رو میزنم. ابزار سلکت رو انتخاب میکنم و قسمت خالی عکسم رو سلکت میکنم. روی شیفت و F5 کلیک میکنم و روی کانتنت اویر میذارمش و روی اوکی کلیک میکنم تا قسمت خالی عکسمون برامون پر بشه. الان روی کنترل دی کلیک میکنم که سلکت ناپدید بشه. روی ابزار تکست کلیک میکنم و متن خودم رو مینویسم. بعد از نوشتن متن روی کلیدهای کنترل A کلیک میکنم و از گزینه های داده شده گزینه وسطچین رو میزنم که در مرکز صفحه هم قرار بگیره. روی کنترل دی میزنم که سلکت از بین بره و یکم بالاتر قرارش میدم. الان از فضای خالی لایم دابل کلیک میکنم و گزینه دراپ شادو رو فعال میکنم. اپاسیتی رو روی 100 میذارم، دیستنس رو روی 47، سپرید روی 0 و سایزش رو روی 95. حتما بلند مود روی نورمال باشه و رنگ روی سیاهی باشه و روی اوکی کلیک میکنم. از پنل لیرز روی لایه متن هم کلیک میکنم و گزینه های کنترل جی رو میزنم که یک دوپلیکیت از متن هم گرفته بشه. بعد لایه کپی شده متن رو به پایین میکشم و روش دابل کلیک میکنم و متنش رو به انگلیسی تغییر میدم. لایه انگلیسی خودم رو مینویسم و سایزش رو روی 51 قرار میدم. از فونت ها یک فونت دستنویس انگلیسی براش انتخاب میکنم که یک طیف امضا مانند برام ایجاد بشه. بعد رنگش هم روی این کد رنگی قرار میدم. تمام این کد رنگی ها رو من در کپشن برای شما میذارم و بعد یکم متن رو به بالا انتقال میدم. الان فقط کافیه به پنل لیرز برم و متن انگلیسیم رو به زیر متن اصلیم یعنی یلداتون مبارک ببرم. از نوار خطکش یک خطکش به آخر متن و اول متن هم اضافه میکنم که ترازبندی رو رعایت کنیم و بعد با استفاده از ابزار تکست متن خودم رو دوباره به فارسی مینویسم. بعد از نوشتن متن روی کنترل A کلیک میکنم و وسط چینش میکنم که وسط صفحه قرار بگیره. یکم بالاتر قرارش میدم. از لایه متنم دوباره یک کپی دیگه میگیرم و متنش رو عوض میکنم. حتما یادتون باشه که متن دوم یعنی متن پایینتر وزنش نسبت به متن بالاتر یکم نازکتر باشه. روی ابزار پن کلیک میکنم
و کلیک اولم رو در این حوالی انجام میدم و یکم پایینتر کلیک دومم رو هم انجام میدم و کلیک سومم هم در قسمت راست میزنم. فیلش رو روی نون قرار میدم، استروک رو روی این کد رنگی میذارم و روی اوکی کلیک میکنم. سایزش هم روی 3 تنظیم میکنم و از قسمت ستینگ استروکم رو روی حالت خطی میذارم. کپس ها رو هم روی حالت گوشه‌گرد تنظیم میکنم. الان روی کنترل 0 کلیک میکنم که به حالت فیت برگردم. روی لایم کلیک میکنم و کلیدهای کنترل تی رو میزنم. کلیک راست میکنم و گزینه فلیپ هوریزونتال رو میزنم. اون رو به راست هدایت میکنم که به اول متن بیارمش. الان فقط کافیه که دوباره روی متن کلیک کنیم و کلیدهای کنترل جی رو بزنیم که یک دابلیکیت ازش گرفته بشه. روی کلیدهای کنترل تی دوباره کلیک میکنم و گزینه فلیپ هوریزونتال رو میزنم که دوباره برای من برعکس بشه. لایه دومم رو میکشم و به سمت چپ هدایت میکنم. روی کنترل سفت میزنم که دوباره به حال فیت برگردیم. روی ابزار رکتانگل کلیک میکنم که بتونم یک مستطیل ایجاد کنم. در وسط صفحه هم یک مستطیل نازک ایجاد میکنم و بعد گوشه های اون رو تا حدی که امکان داره خم میکنم. الان فقط کافیه که مودش رو روی شیپ بذاریم و فیلش رو روی قرمز انتخاب کنیم و استروکش هم روی نون بذاریم. کلیدهای کنترل A رو میزنم و وسط چین رو انتخاب میکنم که در وسط داکیومنت هم برای من قرار بگیره. بعد از انجام کارها فقط کافیه که برای مرحله آخر دکمه رو اضافه کنم و اگه نیازی هم داشتم لوگوام رو در قسمت بالایی یا پایینی داکیومنت هم قرار بدم تا سند برای من تکمیل بشه و یک استوری جذاب برای من ساخته بشه. تمامی فایل های استفاده شده در آموزش رو شما میتونید در کانال تلگرام بیمک دیزاین به صورت رایگان دانلود کنید و در تمرین هاتون از آنها استفاده کنید. امیدوارم از آموزش طرحهای این استوری یلدایی خفن لذت برده باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، نظرتون رو برامون کامنت بذارید و یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید. تا آموزش های بعدی شما رو به خدای مهربان میسپارم.